و به نستعین و هو المعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما این بود که اصل بحث قرآن در آیات متعدده میگه تدریجا نازل شده و در چند آیه میگه در لیلت قدر ماه رمضان نازل شده. اونی که تدریجا نازل شده 23 سال همه قبول دارن، آیات هم همینه. اون وقت چی کار کنیم که آیات دیگر صریح هست که قرآن همهش یه جا در شهر رمضان نازل شده. یه جوابی ما گفتیم، یک جوابم علامه دارد. مبنای حرف علامه یک بحث لغوی 7 آیه است، اما بحث لغوی گفتیم که آیه انزال و تنزیل که هست میگه تنزیل در تدریجه، انزال دفعیه. پس اونجا که تدریجیه 23 ساله، اونجا که دفعیه تمام قرآنه، اون هم حقیقت قرآنه. دلیل اصلیش 7 آیه است. منتها اینی که انزل با نزل فرق دارد، این استعمال لغوی قرآنی گویا. تا دیروز بحث ما این بود که نه قرآن تأیید میکند ادعای ایشون را، نه استعمالات قرآن و لغوی هیچ کدام. هم استعمالات قرآنی فرق را قائل نیست و هم معنای لغوی. پس روی این حساب حالا ببینیم دلیلش چیه. این کل اصله 7 تا دلیل آوردن، هر 7 تا هر یکی آیه است. یعنی برگشتش اینه، علامه 7 تا آیه دلیل میارد به مدعای خودش که قرآن یه حقیقتی دارد در عالم بالا، مثلا لوح محفوظ. این یه معنایی هست که عقل من شما درک نمی کند. کأنه نه لفظی دارد، نه جمله دارد، نه سوره دارد، نه آیه دارد. اون یه حقیقت در شب قدر در دل پیغمبر نازل شده. تدریجا این آیات در 23 سال به پیغمبر نازل شده. دلیل اولش آیه شریفه ای هست که اونجا دارد که احکمت آیاته و فصلت. این آیه شریفه را دلیل میارد برای خودش. فلا بد فی تحقیقه من المرور بالآیات التي استدل بها علی ذلك. فنقول اما الآیة الاولى و هو قوله تعالی احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این آیه در سوره هود، آیه اوله کتاب احکمت آیاته، اینجور معنا میکنه آیه محکمه، یعنی آیه
یعنی آیات قرآن سرتهش یک چیزی ضابط ماننده، یه معنای کلی. بعد از اون عالم بالا تدریجاً نازل شد. میگه و هذا احتمال، دو احتمال میداد. میگه تمام قرآن اینی چی دست ماست؟ بگیم نه، ریشه قرآن کون القرآن ذا حقیقت اخرى، قرآن یه حقیقت دیگه دارد. اون حقیقت هو لایه من الآیات الکریمه. 7 آیت بیاریم، اونا میگه که قرآن یه حقیقت دارد. اون حقیقت شب قدر نازل شد. اللایه من الآیات الکریمه کتاب احکمت آیاته، یعنی عالم بالا. ثم بعد قطع کردن. دیروز تشبیه کردم، این بلا تشبیه باید گفت. حوضی هست، این حوض 100 من آب دارد. این 1 کیلو با کاسه کوچیک بزرگوار داریم خالیش کنیم، بیاد عالم پایین. این شبیه اینه، ولی اون حقیقت از بین نمیره. بعد این ادعاشیشون میکن. بله هذا الاحکام مقابل تفصیل. اون احکام یعنی معناش این است که تیکه نیست. و تفصیل چیه؟ هو جعله فصلا قطعتا. در عالم بالا قطعه ندارد. بعدش به ما رسیده قطعه شده. فالاحکام کونه بحیث لا ینفصل فیه جزء عن جزءین. اون همش یه معنای کلیه. ولا یتمیز بعض عن بعض. چرا؟ لرجوع معنی واحد، یه معناست. شما بعضی گوینده ها که حرف میزنن میگن که یه مطلب نمیگن، از اینجا میپرید به اونجا، یعنی تیکه حرف قاطی پاتی میزد. اما قرآن اونجور نیست، یه حقیقت رو تاکید میکنه. توحید، شریعت، این یک معنای کلیست که تصریح میکند. اینه همش از اول حمد تا آخر قل اعوذ یه حقیقت را تاکید میکنه. اون حقیقت تیکه شده. اون معنا در این معانی آیات تیکه شده. ولا فصول، اجزا نیست اونجا، فصول نیست، بلکه یک معنای کلی است تیکه شده. از این چه فهمیدیم؟ از این میفهمیم که این تفصیل مال معناست، این احکام مال معناست. محکمه یعنی معناش محکمه، متفرقه نیست. اون معانی محکم تفصیل دارد و اونجا تفصیل ندارد. وقتی که آمد پایین اون معانی قطعه شده سوره حمد، سوره بقره، سوره ولعصر. پس در واقع این احکمه صفت اون معناست، فصولت صفت اون معناست. معنا تیکه شدن، پاره شده از عالم بالا. والآیه ناطقة بأن هذا التفصیل المشاهد فی القرآن انما برا علیه بعد کونه محکما غیر مفصل. اونجا یه معنای کلیه، اون معنای کلی ثم و ثم للتراخی. پس این معنای کلی شب قدر به پیغمبر نازل شد، بعد در عرض 23 سال تیکه شد. این حاصل کلام ایشونه. در نتیجه ایشون ادعا میکند قرآن یه حقیقت دارد، اون حقیقت در دل پیغمبر نازل شده،
اون لفظ ندارد، تفصیل ندارد. بعد او وقتی که آمد پایین تفصیل دار شد. کتاب احکمت آیات ثم فصل. حالا این ادعاست. ما هستیم این جمله بررسی کنیم. این جمله را کتاب احکمت آیات. کتاب در ترکیب چیه؟ چطور باید ترکیب کنیم؟ کتاب خبره، مبتدا حذف شده. هازا کتابون یا هو کتابون. این خبر لفظ کتابون یعنی هازا کتابون. کتابون خبر هازا هست. هازا کتابون، این کتاب است. پس اگر اینجور گفتیم هازا به کجا اشاره است؟ هازا کتابون. مردم چه میفهمن از قرآن؟ برای من نازل شده، برای شما نازل شده. هازا کتابون، این کتاب است. این قرآن. آیا اون لوح محفوظ را میگد کتابون یا اینی که دست ماست؟ سوره بقره، سوره توحید، سوره فلان. شما خواهید گفت که هازا اینی که در دست رس است. هازا کتابون احکمت آیاته ثم فصل. این اگر اینجور باشد این قرآن کتابون احکمت، تمام آیات مرتبط به همه. یه چیزی نیست که قاطی پاتی باشد، غیر مرتبط باشد. هازا کتابون، این یک کتاب است که چه جور کتابی است؟ محکم است. محکم به اون میزن که یعنی با هم سفته، ارتباط داره، با هم یک ارتباط معنوی دارد. یعنی طوری نیست که یکی را از غرب آوردن، یکی مال جغرافیا است، یکی مال تاریخ. نه، همه اشی حقیقت توحید و رسالت و شریعت را تاکید میکنند. هازا کتابون و المشار الیه هو هذا القرآن المعهود و الا لا یجوز حذف المبتدا. مبتدا باید یه چیزی باشد که هازا اشاره بشود به اون. هازا چیه؟ اون عالم بالا، اون چی نمیشود به اون اشاره کرد. به من میگد هازا یعنی اینی که در اختیار شماست. این آیه جوابش اینه هازا کتابون احکمت آیاته ثم فصلت. پس مال لفظه. این الفاظ از بقره نمیدانم و این آیات احکمت یعنی محکمه، ثم فصلت بعد تفسیر شده. موقع نزول این آیه کتاب کامل بود. ما اینجا گذشتیم گفتیم که کتاب بیت یه آیه هم میگد. یه آیه چطور محکم و بله، یه صفحه شما تو راه ببینید میگید این کتاب قرآن. شما میفرمایید این اشاره است به کتابشی بقره نم چی یه آیه چطور اشاره بکند به عنوان کتاب بعد بگه حکمت ثم فصلت. شما حالا سب کنید میرسم اونجا. حالا ببینید که و فی المجمع المحکم مأخوذ من قول که احکم تو شیعه اذا سقفته و اتقنته و تفصیل بعناه تبیین کما یأتی بیانه. فالمعنا ان هذا القرآن، این قرآنی که دست من شماست. نبود آخه موقع نزول آیه نبود قرآن دست من. بقره نبود؟ شاید نبود. یه سوره هیچ. باید ببینیم این آیه. سوره هود روز اول نازل نشده. اونی که اول نازل شده حمد است، مدثر است و آل
الگ است. این 3-4 تا بود، اقلن 10-20 تا سوره بود میاد. شما یه ذره صبر کنید حل میشه. یعنی خود علامه ناچار قبول کند که این نیست، خودش میگه مال معنا نیست، لفظه. چون حالا ببینید فعلم مما ذکرنا انما افاده العلامه فی المقام غیر صحیح ولا معنا لجعل التفصیل صفتا له به اعتبار لفظی. به اعتبار لفظی نمیشه باید گفت احکمت آیاتو فعلم مما ذکرنا ولا معنا لجعل التفصیل صفتا له به اعتبار لفظی فلذا اتی فی صورت هود بما یوافق ما ذکرنا حیث قال فانما یتصف بهما من جهت ما یشتمل علیه من المعنا. این معنای قرآن تیکه تیکه شده، یعنی در سوره بقره، سوره والعصر، سوره فلان. این علامه در سوره هود حرف خودش را پس گرفته. من تصادفاً سوره هود را کلام خودش را آوردم. اینی که ایشون میگه که در سوره آل عمران و سوره بقره این لفظ احکمت آیات ثم مفصلت آیا مال لفظه یا مال معناست؟ اینجا در سوره بقره میگه مال لفظه، ثم فصلت تفسیر شد، یعنی این لفظ شد، این لفظ شد، این لفظ. وقتی که بهود میاد میگه نه این معناست. معنا باشد معناش اینه احکمت آیاتو، معناش محکمه و معناش واضحه. فصلت به معنای وضوحه، نه فصلت به معنای تیکه تیکه شدنه. پس هر دو مال معناست. برای اینکه من هوایی نگویم کلام ایشون را به عبارت خودش آوردم. ایشون در اول سوره هود، من خواهش میکنم آقایان اقلا اینجا یه 10-20 دقیقه رجوع کنن، و اول میگه که ثم فصلت من لدن حکیم خبیر المقابله بین الاحکام و التفصیل الذی هو ایجاد الفصل بین اجزاء الشیء المتصل بعضها به بعض و تفریق بین الامور المندمجه کل منهما فی آخری تدل علی ان المراد بالاحکام ربط بعض الشیء بین بعض الشیء ببعضه الاخر و ارجاع طرف منه الی طرف آخر. این احکام که همه معنایش. بعد میگه و من المعلوم ان الکتاب اذا اتصف بالاحکام و تفسیر به هذا المعنى الذي مر فانما یتصف بهما من جهت ما یشتمل من المعنى والمضمون لا من جهت الفاظه. این قبلا گفت مال لفظه، لفظ جدا شده. دیروز این چینی نقل کرد، ایشون میگه در عالم والا لفظ ندارد، بعد اتصف باللفظ. حالا ایشون میگه نه، معنا اتصف بالتفصیل یعنی بالوضوح. این فکم فرقون بینهما، یعنی در واقع حرف خودش را پس میگیرد. و بگو در باب سوره بقره که خیلی فاصله نداره، 4 جلد 5 جلد، اونجا میگه احکمت آیاته یه معنا، ثم فصلت به قالب لفظ افتاده. اینجا میگه فصلت یعنی واضحه. اینجا میگه مال معناست، مال لفظی نیست. و من المعلوم
ان الکتاب اذا اتصف بالاحکام و تفصیل به هذا المعنى الذي مر فانما یتصف بهما من جهت ما یشتمل علیه من المعنى. معناست که مندمجه، محکمه، معناست که مفصل واضح است. تفسیر را به وضوح میگیرد، نه تفسیری که غالب نداشت به غالب. ایشون عقیده‌اش اینه. در یکی دو روز اینجور بحث کردیم. قرآن یه حقیقت دارد، افتاده به قالب لفظ. قالب لفظ را میگه تفصیل، اون معنای کلی او را میگه محکم. اما اینجا که آمده میگه نه، تفصیل اون نیست که به لفظ افتاده. تفصیل یعنی وضوح، واضح، مبهم نیست، روشنه. اینه. اگر این باشد این عقب میگردد، یعنی حرف خودش را پس میگیرد. در بقره اونی که گفته، در آل عمران اونی که گفته، اینجا عوض او، خلاف او را میگن. و علی هذا فکون الآیات محکمتا اولا ثم مفصلتا ثانیه معناه ان الآیات الکریمه القرآنیه علی اختلاف مضامینها و تشتت مقاصدها و اغراضها ترجو الی معنی بسیط، معنی واحد بسیط، اون احکام و غرض فارد اصلی لا تکسر فیه و لا تشتت فیه. پس در واقع قرآن میگه یه حقیقته، اون قرآن فصلت واضحه، نه اینکه تیکه تیکه شده. این به خلاف مبنای خودشه. لذا میگه که فقط تبینه، بعد از یک صفحه که مفصله، فقط تبینه ان الآیه فی مقام بیان رجوع تفاصیل المعارف و شرایع القرآنیه الی اصل واحد. یه معناست، یه حقیقته. این یه حقیقت فصلت، مبهم نیست، روشنه. اون حرف را اینجا تصادفاً رد می کند. بعد از یک برق اینجور میگد، 6 قول نقل می کند، میگد و چه قول بعضیم، بعضی هم این حرف زدن درست نیست. اون چیه؟ و چه قول بعضیم ان المراد احکمت آیاته جملتا واحده ثم فرقت فی الانزال. این هم صحیح نیست. یا چی گفته؟ خودت گفته دیگه. نمیدونم دقت میکنید یا نه. اونی که در سوره بقره ما چند روز وقت گفتیم و بحث کردیم، دیروزم اشاره کردیم، اول بحثم امروز گفتیم، اینجا میگه نه، احکمت آیاتو و این که فصلت بگیم تیکه تیکه، اون بیخود، این اینجا به درد نمیخوره. این المراد احکمت آیاته جملتا ثم فرقت فی الانزال بعد آیتا بعد آیه لیکون المکلف امکن من النظری و تأمل. این نیست. چرا؟ و فیه، اگر میخوای این را بگو، این نازلنا درسته مضمون، اما در فصلت این معنا ندارد. فصلت یعنی معنای واضح. فتحصل من تمام ذالک، علامه در اونجا فصلت را به معنای لفظی گرفته، یعنی قالب لفظ افتاده. اما اینجا وقتی که میرسد یاد نه، این خوب نیست. ما باید معنا کنیم فصلت را به معنای این که یعنی روشن، نه به معنای لفظ، نه به معنای تیکه تیکه. با اینکه دیروز صراحتاً گفتم ایشون میگه تیکه تیکه شده فصلت، اما حالا میگه نه،
فصولت معناش این است یعنی روشن. بعضیا گفتن میگه نه اگر اون را میخوای بگو برو این انزلنا را بیار. بله این انزلنا میگه که تمام، اما اینجا نمیگه تمام. چرا؟ برای اینکه فصولت نمیسازد. این مال بله معنا هست نه مال لفظ است. این است که علامه در این حیث بیس گرفتار عرض می شود تناقضی شده. پس فتحصل من تمام ذالک، اونی که ما ادعا میکنیم قرآن چی میگه که حقیقتی دارد در عالم بالا؟ قرآن اینه دیگه. شما یه چیزی میفهمید اون چه بود در پیغمبر نازل شده. این آیه نمیگه. چرا نمیگه؟ چون خودش این ترکیب رو هم دارد. میگه بله کتابون یعنی هازا کتابون، خودش این هازا رو هم آورده. وقتی هازا کتابونه نمیشه و اون در لوح محفوظ، لوح محفوظ بده کتابون. پس وقتی که این کتابه، این کتاب دو تا صفت دارد. احکمت آیاته، آیاتش محکمه. یعنی آیاتش محکمه یعنی چه؟ یعنی حرفهای قاطی پاتی نیست. حرفها یه چیزی را تاکید میکند. حقیقت دین، توحید، شریعت، اخلاق، معنویت، اینا را تاکید میکند. احکمت آیاته ثم فصلت. بگو ثم یعنی چه؟ عالم بالا باشه ثم است. خودشم میگه ثم للتراخی، مجمع بیان اینجا دارد و ثم للتراخی یعنی بله للترتیب لا للتراخی. یعنی معناش این است بله هم محکمه و روشنه. این معناشه. این آیه اول است که ما در تعقیب او بودیم. اما آیه دوم و سوم که شبیه اینه، حالا دیگر امروز حوصله‌ام خراب شد، انشاءالله فردا میخواستم